فقدان اسناد تجاری رسمی نسیم آنلاین و نود اقتصادی و همچنین اسناد فروش این دو رسانه به سازمان تبلیغات اسلامی حاکی از ذینفع بودن سپاه است. اعضای هیئت مؤسس نسیم آنلاین عبارتند از محمد شجاعیان زنجانی، شریک و مدیرعامل هیئت مؤسس. شجاعیان پیش از این مدیر کل تولید و توزیع محتوای معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما بود. یاسر جلالی، شریک و رئیس هیئت مؤسس. به گفته برخی از منابع خبری، یاسر جلالی داماد یکی از فرماندهان سپاه به نام غلامرضا جلالی است. جلالی دستیار ویژه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی است و در هیئت مدیره ده‌ها شرکت متعلق به این سازمان حضور دارد. غلامرضا نوری، حفظ‌آباد، شریک و رئیس هیئت مدیره. نوری در رسانه‌های مختلف تحت کنترل علی خامنه‌ای نقش مدیریتی داشته، از جمله مؤسسه جام جم که وی از اردیبهشت 1400 تا فروردین 1401 به نمایندگی از صدا و سیما ریاست هیئت مدیره این مؤسسه را بر عهده داشت. و اما نود اقتصادی. در سامانه روزنامه رسمی هیچ اثری از این رسانه وجود ندارد. وبگاه نود اقتصادی هنوز از محمد سعید جباری به عنوان مدیر مسئول این رسانه نام میبرد. به نظر میرسد که سپاه برای پنهان نگاه داشتن نقش خود در مالکیت نسیم آنلاین و نود اقتصادی از منابع سازمان تبلیغات اسلامی استفاده میکند.